آمدیم نزد هیکل کوروش کبیر، شاهنشاه کوروش کبیر 531. ما البته که با همراه فارزبانا، با همراه هم افغانستان و هم ایران میخواهیم که بازم همه فارزبانا یک باشیم و متحد باشیم. برو اینجا در سیام با همراه دوستی عزیزم. درود، سلام برام میگی. یک جای دیدن میکنیم. ما هم در تبلیغ گرفتیم و در آمدیم درونی موزه. یک موزه را دیدن کنیم. چی گفتیم برادر؟ با همراه دوستم علی جان در آمدیم درونی موزه. یک میداریم همین موزه چند سال پیش تماشا کرده بودیم، با یک جای میداریم تماشا میکنیم که موزه اینجا اسب بدن. این اسب ببین. این درختی میبینیم یک درختی معمولی نیست. این درخت همه ای سنگه، همه سنگی، درختی سنگی. اینجا همه نمود سنگا تمام نمود سنگا. سنگا همه نمود سنگا هسته. اینجا همه سنگا، مسئله سنگ بوده اینجاش. با همراه آقای علی در درون موزه سنگا را تماشا داریم. قریب 100 تا سنگ گذاشتیم. خیلی نومی همش گرفتیم. گچگو همین نومی همه را همش گفته است. این سفیدرین نومی همه را گفته است. من که اینجا خونده است. میپرسم میگم اینجا خونده است. میگم من حرفای شما رو نمیفهمم. میگه میدونم همه چی را. ببینید که همه 100 تا سنگ همونجا نامش میدونست. خوش باحالش. یاد کارش به همین سنگ بوده. اینا به میشه من انگشتری را داد. سنگش نامش گفت، من فراموش کردم. همه سنگا رو میشناخته. تاش بزن بری بعد. اینجا جای حیوانات و نباتاتش. اینجا موزه قسمت حیوان حیاتی وقت. یه خیس بده. اینجا جای گیاه ها و چوب ها و تمام این مارو را اینا خیلی ماره افیو. این ماره ها همش هم تاجیکستان ها. گفتی که زاده هم تاجیکستان های ماهی ها شایی. این همه چی یا در هم تاجیکستان بسیار اینا خیلی آشکمر در قشقافای ما پره. ما آشکمر چه میگیم؟ آشکمر. زوپارک میرفتیم زنده باش بوده که خیلی جا که موزه باغ حیوانات میرفتیم. اینجا اینجوری جاش خیلی ده. این گویا که موزه تماشا کردستین ده برادرها. که چیل دختران باشه و جا که چیل دختران هم فکر این طرف که چیل دختران هم میده. خیلی جا همه تو طرف به یک جنگل هم تماشا کنیم درنی باغ. مجسمه بودا این میشه بودا مفکر. اینجا همون بودو هم داماده دیدن میکنیم. آقای علی اینجا بودو مجسمه های مختلفه که البته شروعش با ریز مجسمه های بودا بود. اینجا آثار سفالی رو داریم ببینیم.
نه همه بودا همه در وقتش نخوش کنیم آنه آنه این طرف بابایی تو رفته دیگه بالا این یکی از خاص‌ترین پوزیشن های بوداست که به صورت خوابیده است و البته این نمونه اورجینال اصلیش رو نیست به اصطلاح ساخته شدهش باشه اصلیش هم که خودش باشه بسیار ولی جایی دیگه است اشتباه نکنم و بسیار عالی کاشکی که توضیح میدادیم کتاب اینا بچه‌های خود تشخیص میدن اینجا جای کتاباش اینجا هست که تمام این کتابا هستن اینجا کتابا بینه کاملش اینجا کتاباش کتاب یه جای بعد بازی افتار شد اینجا جای باشه یک متر روی مکن اینجا ده وقتش ده قصر بوده اگه فکر کنیم که قصر ده در آمده بینه لولولولولو شاهنشین لولولولولو کرنای نوازا بی نوازه اینجا ده جای جنگ اینا ما چه کنی تیلا رو یفتم صندوق تیلا ها یفتم صندوق تیلا خواهی جور دیده بده اینجا تنگه های تابه ها زیرن تا این سامونی و اینجا تنگه های همه تنگه باشه اینجا چیه پا السلام علیکم سازی خولات اینجی اینجا چه تنگه رو تیار میکنن اما اینجا ضرب سکه های چکشی داره نشون میده برای یوتیوب می‌بینی توضیح بدم جالب اینجا می‌بینید ورق‌های فلزی هست 3 مدل سکه چاپ می‌شده فلوس که اصولاً سکه‌های مسی و بی‌ارزش‌تر بوده سکه‌های نقره و طلا که دینار و درهم بوده ورق‌های اونجا ریخته‌گری می‌کردن توی این ریژه‌ها می‌ریختن توی کوره ذوب و وقتی به صورت ورق با چکش درش می آوردن یه استادکاری با قالبی که داشته این ورق رو به صورت دایره‌های خالی می‌کوبیده پرس می‌کرده دایره‌ها از توش جدا می‌شدن سکه خامی بوده که هیچ طرحی روش نداشته سکه‌های گذشته معروف بودن به سکه‌های چکشی مثل سکه‌های امروز با دستگاه ضرب نمی‌شدن وقتی این ورق‌ها رو می‌ذاشته بین 2 تا سنبه که بالا و پایین اون سنبه طرح سکه روش نقش بسته طرح در سکه‌های قدیم محل ضرب هم حتما ذکر می‌شد به جز پادشاه اون موقع که مثلا فلان پادشاه این سکه در فلان شهر برای اینکه در آینده ثابت بشه که این شهر جزء حکمرانی اون پادشاه بود و در اینجا با کوبیدن و ضرب نهایی نقش نهایی سکه روش چاپ میشه نقشش ها نقشش عالی عالی تشکر برادرم یعنی همین تنگا هم ماشین تنگای گفته استگم چقدر نقش میگفتن و میدیدم و اینا